تو ایران نمیتونی مدل باشی. خلاف. خلاف. دوست پسر داشتم، شوگر داشتم. پردرآمدترین شغل برای خانوما توی ایران چیه؟ ناخونکاری. ناخن‌کاری. آرایشگری، خدمات، زیبایی. خدمات زیبایی. خیلی هر کس هر چیزی رو که توش جربوزه داشته باشه میتونه پردرآمد باشه. ولی فکر می‌کنم الان در حال حاضر آرایشگری باشه. شغلای آزاد من اوکی یعنی آرایشگری واقعا الان دارم میبینم یه آرایشگر بیشتر از یه دکتر درآمدش الان ماهیانه. به نظرم آرایشگری الان خیلی درآمدش بیشتره. آره خدمات زیبایی. پردرآمدترین شغل برای خانوما توی ایران چیه؟ میکاپ آرتیست. بله. مجردم. مجرد هستید؟ شاغل هم هستید یا نیست؟ نه من مدلم. دغدغه خانمای شاغل توی ایران چیه؟ اینکه تو ایران نمیتونی مدل باشی. سخته خیلی. خیلی یعنی بخوای مدل حرفه‌ای و اوکی باشی باید از اینجا بری کلا. شغلتون چیه؟ من اتکلان فروش. یه اتکلان خیلی خوب بگید. لما از برند للاس، برند ترکیه. اوکی. دغدغه خانمای شاغل توی ایران چیه؟ توی شغلشون خب آزادی ندارن کلا. هیچ پول زیاد. پردرآمدترین شغل توی ایران برای خانوما چیه؟ پردرآمدترین دوست پسر داشتم، شوگر داشتم. اینم خیلی شغل خوبیه. خانمای مجردی که شاغل هم هستن چه دغدغه‌هایی دارن؟ دغدغه زمان، دغدغه مثلا توی محیط شغلی، در مورد اون یه توضیح بده. آره خب توی محیط شغلی قطعا دغدغه هست. حالا نخوام کامل بگم بعدشو بگم نه، ولی افراد سمی همه جا پیدا میشن. متاسفانه افراد سمی پیدا میشن که این باعث میشه که گاهی اوقات آدم به ذهنش برسه که انصراف هم حتی بده. در این حد. چه شغلی؟ آزاد. مزون لباس دارم. بله شامل. خیلی عالی. چه شغلی؟ کلینیک زیبایی. ولی کلا گفتم چرا پوستتون خوبه. مهندس عمرانم. ولی کلا ساختمون سازی داشت. آره ناظر ساختمونم. ولی کلا بتون نمیاد. چند سالتون مگه؟ من چند روز 20 اردیبهشت 29 سالم شد. به سلامتی، ان که موفق باشید. پس شما بگید که خانمای شاغل با چه دغدغه‌هایی توی شغلشون روبرو هم؟ دغدغه‌شون کار بیرون و کار خونه است که هم باید بیرون فعالیت داشته باشن، وقتی که میرن خونه هم کار خونه هست. این واقعا اذیت میکنه یه خانمو. به نظرم خانم‌ها نسبت به آقایون حقوق کمتری میگیرن. یعنی همون شغلو یه خانم انجام بده همون یه آقا انجام بده مثلا بیشترش حقوق میگیره. این بیشترین چیزیه که به چشمم اومده توی محیط. بیشترین بالاترین درآمد توی ایران برای خانم‌ها چه شغلی داره؟ خلاف. خلاف. شیشه. آرایشگری. آرایشگری. خدمات زیبایی. بله خدمات زیبایی. کلا کار آزاد پردرآمده به نظرم. دقیقاً. 100% توی لاین آرایشگری خیلی اوکیه. الان فکر کنم تو سالونه. درآمد داخل سالونه. آره. شاغلی یا نه؟ بله. شغلتون چی؟ شال فروشی. شال فروشی. خیلی هم عالی. من توی سالن کار میکنم و توی مزون کار میکنم همینجا. چطوره کارتون؟ خدا رو شکر. خدا رو شکر. دغدغه خانمای شاغل توی ایران چیه؟ درآمدی کم. درآمد دیگه شما نگید. منم میگم. ان شاءالله که همیشه جیبتون پر پول باشه. حقوقمون نسبت به آقایون خیلی کمتره. مخصوصا شما. بازم پول. حقوق خوب نمیدن. حقوق خوب نمیدن دیگه. آره. که اول صبح بیدار بشم. واقعا دغدغه خیلی سختیه. خیلی سخته. پردرآمدترین شغل توی ایران به نظر شما چیه؟ آرایشی. آرایشی یعنی فروشگاه آرایشی یا سالن های خدمات آرایشی. خدمات زیبایی. شایع شده بود آرایشگری سالن داشتن. نمیدونم شایعش در چه حد درسته. شایعش کاملا درسته. شما تو کامنت ها بگید شما که توی این زمینه هستید. ممنونم که وقت گذاشتید. متشکرم. شما هم که تا اینجا ویدیوی ما رو دنبال کردید یه لایک خوشگل بزنید. شغلتون چیه؟ من الان منشیم. در حال حاضر منشی مرکز زبانه. منشی مرکز. شاغلم ناخونکاری؟ بله. چطور ناخونکاری؟ خوبه. اوکیه.
دغدغه خانمای شاغل توی ایران چیه؟ حقوقشون اینکه برابری نیست با جنس مخالفشون. خب اونا هم که سر یه کاری میرن یه سری شاید میتونم بگم مزیت‌های بیشتری دارن نسبت به ما. پس یعنی مزیت‌های آقایون توی شغل نسبت به خانم‌ها بیشتره. بها میدن دیگه. همچین چیزی فکر میکنم برای کار میگن که اون آقا بیشتر نیاز داره، یعنی اول سعی میکنم برن سراغ نیروی آقا. بله بیشتر واسه مستقل شدنه. تو ایران به نظرم همه خانم‌ها بیشتر به حالا فکر اون درآمده نیستن، بیشتر برای استقلال خودشونه که کار میکنن. شاغل هستید یا خانه دارم. خانه دارید؟ بله. تا حالا به اینکه شاغل باشید هم فکر کردید؟ کم پیش میاد چون خودم خیاطم، تو خونه خیاطی میکنم. شغلتون چیه؟ من استاد دانشگاه هستم. استاد دانشگاه، خیلی عالی. چه درسی؟ بهداشت و روش تحقیق و آمار و اینا. دانشجوام. چه رشته‌ای؟ حسابداری. حسابداری. آینده شغلش چطوره؟ عالی. من دام پزشکم. من فرهنگیم. فرهنگی. معلم هستی؟ معاونم. معاون سختگیر. تقریبا. در مورد شغلتون میتونم بپرسم؟ ما توی کار چاپ و طراحیم، بعد با همسرم کار میکنم. نه شاغل نیستم. خانه داری؟ بله. حتی خود خانه داری فکر کنم کلی سختیش بیشتر از شاغل بودن. آره به خدا. دقیقاً. کلینیک زیبایی داره. خیلی هم عالی، موفق باشید. دغدغه خانمای شاغل توی ایران چیه؟ وقت کم. وقت که حالا بخواد بره سر کار، از اینورم به خودش برسه، به بچه برسه، به خونه برسه، به شوهر برسه، به غذا پختنم برسه، وقت کم. زمان نمیده. زمان نداره. خونه، نگهداری، رسیدگی، همه اینا اضافه میشه به اون شغل تمام وقتی که آدم جداگانه داره. به نظرم این بزرگترینش. تایمی که سر کارم، تایمی هم که خونم، خب در خدمت خونه و بچه و اینا هستم. همسرتون با شغلتون موافق هست یا شاغل بودنتون کلا؟ بله. خب دغدغه خانمای شاغل توی ایران چیه؟ همین تایم خیلی کمی که میتونیم واسه خودمون بذاریم، به خیلی از چیزا نمیتونیم برسیم. یعنی حتی اگه توی رابطه هم بریم واقعا خیلی تایم خیلی کمی داریم واسه رابطه و اینجور چیزا. تایم کم، حقوق کم واقعا نسبت به حجم کاری و تایم کاری. حالا به شاغل شدن هم فکر کردی؟ بله ولی فعلا شرایطشو ندارم به خاطر اینکه بچه‌م کوچیکه. فعلا نمیتونم. چه شغلی مد نظرتون بوده همیشه؟ یه آنلاین شاپ کوچیک واسه خودم داشته باشم، همین در این حد. بعد همسرتون موافق هست با شاغل بودنتون یا خیر؟ بله مشکل نداره. با شاغل بودن شما موافقه یا مخالف؟ نه موافقه، آخه یه جا کار میکنیم. قبل از ازدواجتون هم باز شاغل بودید شما؟ بله من شاغل بودم، مربی باشگاه بودم، باشگاه داشتم. دغدغه‌های دیگه‌ای هم هستن توی زندگیتون؟ نه ندارم. خدا رو شکر. امیدوارم که هیچ وقت دغدغه نداشته باشید. اگر شما هم از دغدغه‌های خانم‌های شاغل ایرانی چیزی میدونید برای ما کامنت کنید. راستی یه ویدیو داریم در مورد مهاجرت، خیلی بی ربط نیست با این ویدیو. اگر دوست دارید اون رو ببینید ما این بالا میذاریم، برید نگاش کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.